برادرها گوشت گوسفند دای برای که ما دولت نداریم دا ساعت 6:30 نماز میشه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. میرم مولی قربانی را گوسفند میکشیم. همه وقت آرزوهاتون عملی گردد و بیا در وطن خمون همی خیل. سلام علیکم برادرها، این کانال ایجابی تیوی است. همه شما رو به فرارسی عید قربان تبریک میگم. سراسیمه بعدین باید نماز عید بریم. ساعت 6:30 نماز میشه. برای همین ویدیو را تا آخر تماشا کنین. ان شاء الله که به شما معقول میشه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خوب تماشابینان، نه در سر منزل رسیدیم. یک دعا میکنیم و بعد میخیزیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هدیه کردیم ثواب و ثمره کلام‌های تلاوت شده را در راه رضای حق سبحانه و تعالی، خصوصا بر روح پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خصوصا مگذشتگان همین منزل مکان. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات بمنزل القاضي الحاجات. وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خوب تماشابینان عزیز، برای خلق مسلمان ما قریب که بسیاری ها در روز جمعه هم میآیند، در همین خیل بر حق گذشتگان دعا میکنند. وقت در عیدها باشد، در عید رمضان، چه عید رمضان چه عید قربان، برای هر یک تایما ضرور است که بیاییم در حق گذشتگان خود دعا کنیم، برای که عاقبت هر یک تایما ان همی زیر خاک است. خداوند آخرت همه ما را آباد گرداند. برادرای نمایده طرف خانه رفتیم، نصیب باشه میریم مولی قربانی را گوسفند را میکشیم. بعد چیکار میکنیم؟ خوردن میگردیم. بعد میلیون کرده شهر کرده خیلی ایده در تاجیکستان میدانه چی کرده. ویدیو را تا آخر تماشا کنید، انشاءالله که به شما معقول شود. برادرای نه گوسفند چوریای نصیب باشه میگیریم، قربانی میکنیم. این اینجا میدونه که قربانی میشه. یکی فربه بدایم هایکو میگوی برادر گوسفند خودش که میآید. بگذاره بشینه. سلام علیکم. ایدون بورا نامه شما دم بورا شما. خیلی خدا همارا با ایدی نو با روزای نو برسونه. آمین. خدا هم رسید با اون هست. الله اکبر. بیا اتت اخرات کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منه والأموات إنك مجيب رفيع الدرجات بمنزل قاضي الحاجات. خداوند همه ما را به عید نو سوق سلامت برسانه و در کجایی که هر یک غریب و مسافری هست سوق سلامت به نزد پدر مادر زن و فرزند برگردد. آمین. میشینه شما اونجا بیا آخی که حیوز به کامل نشون کنید. غریبا بسیار تماشا میکننده. برادرها گوشت گوسفند دای برای که ما دوله نداریم ده گوشت گوسفند دای بگیره برچه ها کلچه میخوره دو چپاتی ما نمیخوریم. کلچه هم چپاتی هم دو چپاتی بشکنیم ها. چپاتی ها بسیم داریم. خواهی مردم غریب ده چی تمنا دارید؟ امروز عید قربان ده چی گفتن دارید؟ یک سخن کو با خوردن سر میکنیم. اولو سلام علیکم مردم غریب. از نام خود از نام اهل تاجیکستان به شما عید قربان تبریک مبارکباد میگم. در دل چه آرزوی دارید همه وقت آرزوهاتون عملی گردد و
بیاید در وطن خودمون همین خیلی اشتراک کنید، همین خیلی خانه روزای نغزه در همین خانه اهل خانواده اهل دوستان همین خیلی رنگ ما ششته هم خیلی قید کنید ایدامونا باشه، در کجای باشه در پناه خدا باشد. ایداتان مبارک باشد. خیلی ما مایده خودان سر میکنیم. ما در اشتای تمام گویتون ما سر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا اینجا میخوایم با خونه همسایه نصیب چو دیگر بگردیم خودش بیگه میشه. هر روز دید همین بهترینه که برکت شد در همه جا گوشت قربانی بیرون کرده ماندهی. برادرها اگر ویدیو محبوب شده باشه حتما لایک، اگر محبوب نشده باشه خیلی دیزلایک محبوب شده باشه خیلی، محبوب نشده باشه نه خیلی. حتما فکرتون در کامنتر بنویسه تا ویدیوی آینده. خیلی گفتی برادر ما که محبوب شد لایک، محبوب نشد دیزلایک. در پناه خدا باشه. سلامت باشه.